از خاطرات جالب ما یک روز داخل اتوبوس نشسته بود، یک خانم آمد ما رو داخل بغل خود گرفت گریه میکرد. بعد پرسید و تعجب کرده بود چیکار شده آج خانم؟ گفت هیچ پسر من شبیه شما بوده، رفت بود سربازی شهید شده دیگه، شما رو دیدم به یاد افتادم دیگه، ما هم احساساتی شدیم، اشک ما هم در اومد. بالاخره آج خانم داخل راه پایین شد. بعد با مقصد خود رسیدی پایین شده نگاه کرده، نه گوشیه نه کیف پول. با احساسات ما بازی کردیم. از خاطرات جالب ما یک روز داخل اتوبوس نشسته بود، یک خانم آمد ما رو داخل بغل خود گرفت گریه میکرد. بعد پرسید و تعجب کرده بود چیکار شده آج خانم؟ گفت هیچ پسر من شبیه شما بوده، رفت بود سربازی شهید شده دیگه، شما رو دیدم به یاد افتادم دیگه، ما هم احساساتی شدیم، اشک ما هم در اومد. بالاخره آج خانم داخل راه پایین شد. بعد با مقصد خود رسیدی پایین شده نگاه کرده، نه گوشیه نه کیف پول. با احساسات ما بازی کردیم.